سلام، امروز میخوایم با همدیگه یک سایتی رو بررسی کنیم که ادعا کرده میتونه یک متن ساده رو به یک ویدیو کامل تبدیل کنه. بریم با هم ببینیم که چقدر این ادعا درسته. خب وارد سایتش میشیم. سایتش خوبه، ساده است، برای استفاده راحته. پایین‌تر نمونه کاراشو گذاشته: تبدیل متن به فیلم، تبدیل عکس به فیلم. شما عکس میدید اون براتون حرکت اضافه میکنه و همینطور میتونید فیلماتون رو بهش بدید و ویرایش انجام بده روش. خیلی خب، میریم بالاتر. اون بالا شما اینجا رو که بزنید میتونید بهش عکس بدید، حالا حرکت های که دوست دارید براش بنویسید، براتون حرکت میده. با اینجاش کاری نداریم. میریم قسمت متن به فیلم. این قسمت داستانتون رو وارد میکنید. از چت جی پی تی میتونید کمک بگیرید برای اینکه داستان بهتری بسازید. جزئیات، بک‌گراندتون، لباس‌های کاراکترتون، شخصیت‌های کاراکترتون، همه رو میتونید اضافه کنید. کیفیت تصویرتون، مدت زمانش، اندازه‌اش، همه رو میتونید انتخاب کنید و بزنید. حالا منتظر میمونیم تا ببینیم چی تحویلمون میده. خب ویدیومون آماده شد. یکم طول کشید، تقریبا 2-3 دقیقه طول کشید که یه دونه ویدیو بسازه. حالا بریم با هم ببینیم چیه. تقریبا چیزی که گفتیم درست در اومد. کیفیتش هم خوبه و خوب شد، بامزه شد، کیفیتش هم خوب شد. حالا ببینیم میذاره دانلود کنیم. آره دانلودم کرد. در کل به نظرم سایت خوبی بود. قابلیت‌های خیلی زیادی داره. اگر که بخواین اکانتش رو خریداری بکنید همه با هم یک جا هست. و برام نظراتتون رو بنویسید. لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. ممنون. خدافظ.